عزیزان قدر یک دیگر بدانید، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. متاسفانه امروزها شبکه‌های اجتماعی خصوصا یوتیوب یک وسیله برای غیبت، تحقیر و توهین بر دیگران، ریزاندن آبرو و شرمنده کردن و از همه بدترش پهن کردن بی‌حیایی شده است. یعنی در این شبکه‌ها صادر کردن این همه گناهان خیلی آسان شده است و آن هم از دست مسلمانان، خصوصا از بعض مردم مسلمان تاجیک. روزهای اخیر در شبکه یوتیوب عددی به اصطلاح بلاگرها، یعنی آن نفرانی که نوار ثبت کرده در شبکه‌های اینترنتی می‌گذارند، خیلی زیاد شده است و امروزها متاسفانه در بین آنها رقابتی خیلی بزرگ به وقوع آمده است که نتیجه آن را از نوارهای جوابی که برای همدیگر ثبت کرده می‌گذارند می‌توان پی برد. در هیچ یکی از آن نوارها اصلاح همدیگر، پند و نصیحت و خیرخواهی ندیدم و اگر کمی بود آن هم آلوده به تحقیر و توهین و پس زدن همدیگر بود. بلکه در آن نوارها بغیر از طعن و ملامت و غیبت و بهتان و ریزاندن آبرو و دشنام و حقارت‌های فحش چیزی دیگر نبود. با السلام علیکم سخن را آغاز می کنند و با تحقیر و توهین تمام می کنند. همه اینها را پیش نظر کرده خواستم یک نواری ثبت نمایم که در آن نصیحت برای این برادران و سببگاری یکدیگر فهمی و همدلی همه ما شما شود. نصیحت من برای این برادران این است که برادران عزیز، وقتی نوار جوابی ثبت کرده در معرض تماشای همگان میگذارید که در آن هم طعن و ملامت کردن است، یعنی عیبجویی، و هم غیبت کردن است، فراموش نکنید که پروردگار شما در باره شخصانی که عیبجویی میکنند و غیبت میکنند چی میفرماید؟ استعیذ بالله ویل لکل همزة لمزه، یعنی ویل است برای هر عیبجوی غیبت کننده. صدق الله العظیم. مفسران کرام رحمهم الله فرمودند که ویل کلمه عذاب است یا وادی است در جهنم. برادران عزیز، آیا در این نوارهای شما عیبجویی و غیبت نیست؟ هر یک شما برآمد کرده عیبهای یکدیگر را برای تمام مردم بیان می کنید و در ضمن او را غیبت می کنید که اینها خیلی گناهان بزرگ هستند. در روایت امام مسلم آمده است، از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا میدانید که غیبت چیست؟ گفتند: الله تعالی و رسولش داناتر است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: برادرت را به آنچه که از آن خوشش نمی آید یادآور شوی. این غیبت است. مردم باز پرسیدند: چطور است هرگاه در برادرم آنچه میگویم باشد، یعنی آن عیبی که من بیان میکنم واقعا در آن برادرم وجود داشته باشد، آیا این هم غیبت است؟ پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر آنچه میگویی در وی وجود داشته باشد، یعنی آن عیبی که برای برادرت بیان کردی واقعا در آن برادرت وجود داشته باشد، پس در حقیقت تو او را غیبت کرده ای و اگر نباشد به وی بهتان بسته ای. روایت مسلم. پس این کار شما یا غیبت است یا بهتان. اگر با این نوارهای جوابی مقصد شما اصلاح باشد، پس این طریقه اصلاح که نیست، چون که نصیحت
از فضیحت فرق دارد. نصیحت این است که در تنهایی اشتباهات و خطاهای کسی را یادرس کرده راه درست را برایش میفهمانی. اما فضیحت آن است که کسی را در پیش دیگران عیبها و خطاهایش را بگویی و او را شرمنده کنی. پس این کار شما نصیحت است یا فضیحت؟ معلوم است که این کار شما نصیحت نیست، بلکه فضیحت است، یعنی شرمنده کردن است. اگر مقصد شما نصیحت می بود، به واسطه پیامک یا دیگر وسایل به خود همان شخص مراجعت می کردید، نه به این طریق که عیبهای برادرت را بیان کرده نوار ثبت کنید و در معرض تماشای همگان گذارید. این کار شما البته شرمنده کردن و ریزاندن آبرو است که خیلی گناه بزرگ است. در حدیثی که آن را امام مسلم روایت می کند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ریزاندن آبرو و شرمنده کردن مسلمان را حرام گردانیده، گناه آن را در برابر ریزاندن خونش قرار داده است. یعنی گناه ریزاندن آبروی مسلمان برابر ریزاندن خونش می باشد. و دیگر این که شما خود را مسلمان می شمارید. پس آیا این کاری که شما می کنید در شأن یک مرد مسلمان زیبنده است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند مسلمان واقعی کسی است که دیگران از دست و زبان او در امان باشند، یعنی از دست و زبان او آزار نیابند. پس آیا با این نوارهای جوابی شما کسی آزار نمی یابد؟ شما گمان میکنید که اگر نوار جوابی ثبت کرده در یوتیوب نگذارم قدر و منزلتم پست می شود. ولی فراموش نکنید که این عفو و بخشش و گذشت کردن است که قدر و منزلت انسان را هم در پیشگاه خداوند و هم در نزد مردم بلند می بردارد. در برابر تحقیر و اهانت و دشنامهای دیگران صبر پیشه کنید و جواب ندهید و بردبار باشید، چون که روز حساب البته می آید. در این باره از بزرگان دین عبرت بگیرید. به طور مثال یک قصه از حیات خلیفه راشد عمر بن عبدالعزیز رحمه الله برای شما بیان خواهم کرد که خیلی تکان دهنده است. مرد خلیفه راشد عمر بن عبدالعزیز رحمه الله را دشنام داد. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله در جواب فرمود اگر روز قیامت نمی بود، روز حساب و جزا نمی بود، حتما جوابت را می دادم. سبحان الله. پس ای برادر عزیز، وقتی سخنان قبیح و دشنام و حقارت های کسی به تو می رسد یا طعن و ملامت کسی به تو می رسد، در جواب بگو اگر روز قیامت نمی بود، اگر روز حساب و جزا نمی بود، البته جوابت را می دادم. چون که همه ما و شما مسلمان هستیم و بر روز جزا و حساب باوری داریم. روزی است که حتی یک حیوان بیشاخ از حیوان شاخدار که از او ستم دیده است انتقام خود را می گیرد. در آخر این را هم برای بعضی برادران گفتنی هستم که به خاطر الله هر نواری که در آن زنان بی حجاب یا نیم برهنه و لوچ باشد آن را برای تماشا نگذارید. متاسفانه بعضی برادران دشنام و حقارت‌های فحش یا کارهای بی‌حیایی دختران تاجیک را ثبت کرده در کانال خود می‌گذارند و آن را در بین مسلمانان پهن می‌کنند. العیاذ بالله. چون که این کار شما خیلی گناه بزرگ است. این پهن کردن بی‌حیایی است که خداوند در آیه 19 سوره نور آن کسانی را که دوست داشتند که در بین مسلمانان بی‌حیایی پهن شود برای آنها عذاب دردناکی را در دنیا و آخرت وعده کرده است.
برادران عزیز، خوب بینگرید که خود آنها بی‌حیایی را پهن نکردند، بلکه تنها دوست داشتند که بی‌حیایی در بین مسلمانان پهن شود. خداوند برای آنها چنین عذاب دردناکی را در دنیا و آخرت وعده کرد. پس شما کمی اندیشه کنید که شما، یعنی خود شما، بی‌حیایی را در بین مسلمانان پهن کرده ایستاده اید. العیاذ بالله. خداوند همه ما را توفیق عمل کردن به فرموده های خداوند و پیامبرش صلی الله علیه و سلم نصیب گرداند و همه ما را از جمله رستگاران بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. غریبی غربت شام و یمن نیست، غریبی دوری از شهر و وطن نیست، غریبی کنج لحد و زیر خاک است که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و